اشپل پلو به سبک گیلانیان عزیز بدون کباب. ما بهش میگیم جوجه پریده. جوجه کجا پریده؟ پریده رفته خونه همسایه. روده ماهی رو خوب در نمیارم و اون اشپل یه ذره تلخ به تلخی. دلیلش فقط همینه. بچه‌ها اشپلم خودم شور کردم. بچه‌ها اشپل قلاده است. یعنی من دیدم فکر کنم مامان خریده. ما چرا میام امروز باز حرف زدیم مامان؟ این با ما هم زیاد امروز زیاد اصلا میپره خیام من میپره خیام. مامان امروز سوپ کنم خواهیم. بچه‌های عزیز آخه این سیمین به خدا با ما فن میزنه. خیلی با محبته. خیلی من بعد از مادراتون لباس شسته باشین الان راحت میذارید اینو بردارید. سلام بچه‌ها، چطوری؟ روز زیباتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم خونه مامان و قولی که اکرم جون داده بود که این حلوای خوشمزه رو بهتون آموزش بده، قراره که آموزش بده دیگه. همراه ما باشی. سلام، روزتون بخیر. همونطور که دوست داشتی که این حلوا رو درست کنین، گفتم که بیایم خونه ماما. امروز مهمان داره، ما اومدیم گفتیم براشون درست کنیم که تازه هم بدیم مهماناشون با چای میل بکنن. جای همتون خالی. سلام، خوبی بچه؟ خیلی ممنون، سلامت باشی، خیلی ممنون، زنده باشی. امروز دوستای عزیز من، خوشگل خانمای من اومدن پیش من. اکرم جون گفت من حلوای، گفتم اکرم جون یه چیز درست کن بیار. اکرم جون گفت بهترین حلوای شیری ما میخوایم درست کنیم مهمان دوستای عزیز بخورم. نوش جانشون. خب اکرم جون، برای این حلوا آرد برنج میخوایم. من به ازای 1 کیلو آرد برنج 3 تا لیوان آرد گندم ریختم. اون آرد گندم باعث میشه که یه خورده نرمتر باشه و اینکه لطیفتر در بیاد. پس 1 کیلو آرد برنج و 3 لیوان آرد گندم ریختم. یه خورده دانه گشنیز میخوایم برای عطر و طعمش خیلی خوشمزه میشه. وقتی که اصلا به دندون میاد، موقع دندون زدن خیلی خوش‌طعم میشه. تخم گشنیز میخوایم. شیره انگور به ازای همون آردم، اون مقدار آرد 1 کیلو شیره انگور میذاریم روی گاز، یه خورده شعله خیلی کم تا قشنگ رقیق بشه. بعد گردو برای روش و دارچین برای روش، چیز خاصی هم نمیخواد. به اضافه کره. حالا کره با سلیقه‌ایه، هم خوش‌طعمش میکنه هم لطیفش میکنه. من براش 150 گرم کره هم میریزم. آره خیلی. آردو نگفتی تفت میدی؟ آره آردو چون آرد برنجه و دیرتر سرخ میشه، من حدود 45 دقیقه با شعله خیلی کم توی تاوه یا تشتک قشنگ اینو تفت دادم. آرد گندمم تفت دادم، با هم قاطی کردم تفت دادم. آره برنج و گندم با هم قاطی کردم و با هم تفت دادم. الان آرد برنج ما تفت داده آماده است تا جایی که عطر و بوش قشنگ، آره عطر و بوش قشنگ در اومد. حالا شاید بعضیا مقدارش چون کمه زودتر تفت داده بشه. این مقدار رو من حدود 40-45 دقیقه بیشتر اینو تفت دادم. بعد که آماده الان الک بکنم و کره و شیره رو بهش اضافه کنم با تخم گشنیز قشنگ. فقط یه چیزی شکر نمیخواد دیگه، خودت نه همون شیره کافیه. یه نکته که برای این حلوا هست اینه که باید حتما داغ باشه. یعنی یا آردتون داغ باشه یا شیرتون داغ باشه. یکیش باید داغ باشه طوری که حتی کف دست احتمال داره بسوزه. مثلا باید هی با قاشق تون هم بزنین، یه خورده که خنک شد تون با دستتون قشنگ ورز بدید. باید داغ باشه که قشنگ به خورده هم بره و قشنگ بخواد اون چسبندگی رو ایجاد بکنه. اینجوری. خب بریم برای من چون خونه مامان اینا علک نداشت. اصلا دارم علک. شما جابجا کردی نمیدونم کجا گذاشتی. من روز خیار محلی میفروشه. پیدا نکردم. 4 تا علک میخوای اکرم به ما هم داده بود آخه نمیدونم شما هم دادم ولی علک دارم. با این الان کارت راه میفته. آره من چون خونه علک کردم. یه دور قبل سرخ کردن علک کردم. الان فقط محض اینکه یه دورم قشنگ علک کنم دیگه خیالم راحت باشه. و اینکه همیشه سعی بکنید که آردو یه دفعه همه رو نریزین. یه مقدار از آردو بریزین، مثلا با شیره حل بگیرین، چون احتمال داره میگم آرد کم بیارن. اشکال نداره. یعنی حل میگیرم، همین میخوام همین مقداری کره رو ولی میخوای بیاری. آره. کجا گذاشتی؟ کره رو گذاشتم روی سماور.
مامان محبت کرد، بلند شد برای ما الک رو پیدا کرد، دستش در نکنه و اینکه یه تشتک بزرگترم آورد که برای حل گرفتن این حلوا خیلی راحت. آخه چی بود؟ اون خوب نبود بابا. نمی‌پرسین که خانم از مادر شما. آخه مادر ما کلی خودمون کار می‌کنیم. آخه مادر ما ببخشید داشت تلفن معطل شما شده بودی. بچه‌ها من جابجا نکردم، جابجا اینا میکنم، بعدن همه را جابجا میکنن، یه جا میذارن، منم نمیفهمم کجا، منم که چیز نمیتونم درست کنم، خودشون میاد درست میکنه. الان من دیدم گفتم ما الک دارم، همه چند داشتم به اینا ایم دادم، برای خودمون گذاشتم، گفتم چون اکرم دست کمال داره، ستاره دست کمال داره، بیاد اینجا درست کنه دیگه. الان بخاطر همون بگید این چیز داخل. بله کیک شکلاتی داریم. بله ستاره خانم چی کرد؟ ستاره فود چی کرد؟ کیک شکلاتی آفرین میدونستی ستاره فودم. آره کرم احتیاج داری خانم بگو. نه دست در نکن، به اندازه است. کرهشو میریزیم. الان کرم داغه. چوبی خیلی من در فرق. نه مادر. تخم گشنیز بازم دل بخواهیه. من برای این مقدار به اندازه 2 تا مش میدم. اول قبلش بچه‌ها تمیز کنین چون یه چیزایی توش هست مثل همین گرده ولی تو سیاهه و به دندون بخوره سفته، اصلا چیز میشه. تخم گشنیز برای ترشی هم خیلی خوشمزه میشه. آره تخم گشنیز خیلی جاها پودرشو مثلا خیلی جاها میدونن میشه استفاده کرد، برای عنوان چاشنی میشه خیلی استفاده کرد. عطر خیلی خوبی داره. شیره الان داغه. من آرد رو قبلا سرخ کردم، الک کردم، سرتر بود، ولی شیره من الان از روی گاز برداشتم داغه. به خاطر همون یه خورده با سعی بکنین همینجوری کم کم اضافه کنین تا اون قسمت، اون غلظتش، اون زمانی که چسبندگی پیدا بکنه به دستتون بیاد. اکرم اینو یادت از کی یاد گرفتی؟ از خدا بیامرز، از مادر شوهرم. اونا حلوای عیدشون حلوا شیره بود، خیلی مادر شوهرم خوشمزه درست میکرد. خیلی هر سال عید ما با هم کمک میکردیم، آرد و سرخ میکرد، با هم میموندیم اینجوری، من کنارش میموندم وسایلا رو براش میریختم، اونم حلوا رو درست میکرد. بعد از اون دیگه من هر سال چون پدر شوهرم خیلی دوست داره، باباجی چون خیلی دوست داره، من هر سال عید باید اونجا به اندازه کل 13 روزه عید که مهمانم میاد میره براش درست کنم. چه عروسی باباجی داره، چه عروسی داره واقعا. خداوند نه این پشت برده گویم خداوند اجر و عروس الهی عروس و گل همه کسافت اجر رو حقالی محبت. آره چرا پشت پرده میگی؟ بیا جلو بشین. خدایا شکر امی عروسان خوب، خدایا شکر، خدا رو شکر. امی عروسان گل. بچه ها اون مقدار آردی رو که من بهتون گفتم سرخ بکنین، 1 کیلو برنج، 3 لیوان گندم بهش اضافه کنین، با هم سرخ بکنین. گفتم که اون مقدار بیشتر از اون حدش گفتم سرخ بکنین برای 1 کیلو شیره. نگاه کنین الان برای 1 کیلو شیره گفتم آردو کم کم اضافه کنین، نگه دارین، کم کم شیره رو اضافه کنین. اگه حلواتون دیگه به دستتون اومد دیگه بقیه آردو نیازی نیست. الان اینقدر از آرد من تقریبا زیاد اومد، شاید 2 لیوان. آره تقریبا 2 لیوان زیاد اومد، ولی باید اون سرخ بکنین، نگه دارین. چرا؟ چون بعضی اوقات میبینی شیره ها، حالا من نمیدونم به زبان مادرامون میگن یه زمانی آرد واجور میکنه، شیره واجور میکنه. مثلا بعضیا غلظت شیره خیلی شیرایی میخرن که غلظتش خیلی خوبه، وقتی رقیق میشه برای شاید این مقدار آرد کامل استفاده میشه. یا بعضی اوقات آردی که سرخ میکنی مثلا اون واجور اون حدش هست که مثلا اون شیره رو جوابگو میشه. به خاطر همین همیشه آرد یه خورده بیشتر از حدش سرخ کنین، نگه دارین. سرخ کرده است
هست میمونه، میتونی هم بعد اون باش فرینی، حلوا یا چیزای دیگه درست کنی. دوستان ببخشید گوشیم زنگ خورد. میخواستم سوال کنم اکرم، آرد گندم و آرد برنج رو با هم مخلوط کنی تفت بدی هیچ ایرادی نداره؟ نه اشکالی نداره، چون مقدار گندم کمه اشکالی نداره باش قاطی میشه، ولی اگر کلا مساوی بود یا بیشتر از حد بود، برنج چون دیرتر سرخ میشه باید جدا سرخ بکنیم، گندم زودتر سرخ میشه، ولی چون این مقدارش کمتر از حد میشه گفت هول هوش برنج 6 تا لیوان 7 تا لیوان برنج بود، 3 تا لیوان مثلا گندم، به خاطر همون مشکلی نداره از اون بابت. ما خیلی با دقت نگاه می‌کردی اکرم و یه جور که انگار می‌خوای یاد بگیری. نه نمیخوام یاد بگیرم، من که به یادم بگیرم بلد نیستم درست کنم، ولی من میخواستم به اکرم خانم یه چیز بگم که یادم رفت. خدا یادم خیلی نه دوباره یاد. حالا فکر کن یادت اومد بگو. بچه‌ها این مقدار آردیه که اضافه اومده. بعضی وقت می‌بینی کره رو بیشتر میریزین، خب نیاز میشه که مثلا یه خورده آردشو بیشتر بکنین، یا منظورم این به خاطر این بود که گفتم همیشه آردو یه ذره بیشتر نگه دارین، شاید کره رو بیشتر ریختین، شاید شیرتون مثلا غلظتش خوب بود که آردتون دیگه کم نیاد بمونین که الان شور شد من چیکار کنم. الان من احساس میکنم این یه ذره مثلا باز شله، احساس میکنم شله، بهش یه ذره دیگه بازم با مشتم آرد اضافه میکنم، چون نباید خیلی شل باشه، موقع برش دادن بعد وا میره. الان به خاطر اینکه داغه اینجوری نیست امکان نداره سرش سفت شه. نه چون شیره داره میبنده، کره داره اینو میبنده. ببخشید اینو میخواستم بگم بچه‌ها، الان یادم اومد، میخواستم بگم به قول سیمین واجر یعنی چی؟ یعنی مثلا مادر منم خدا بیامرز میگه واجر. یعنی نمیدونی یعنی برکت میکنه، یعنی بیشتر میشه، برکت میکنه. مثلا یه غذایی رو یه عیار کم میگیری بعد میره از حدش بیشتر میشه، یعنی برکت میکنه، بیشتر میشه، میگن واجر. سیمین اگه بود همه رو سوال میکرد واجر یعنی چی؟ یه دونه از چیزای حلوا اینه که خیلی خوشمزه هست، خیلی حلوای سالمی هست. مثلا چیزی بگم شکر داره، نه انگور، شیره انگور خوب، یه چیز طبیعی هست. کره خیلی خوبه که روغن نداره، کره که مفیده، و اینکه تخم گشنیز، دارچین بعد برای روش دارچین داره، گردو داره و حلوای بسیار سالم و خوبی است، ولی زحمتش هم زیاده، یعنی باید انقدر اینجوری ورز بدین این اینجوری به خورد هم بره قشنگ. دوستان من برای مادراتون لباس شسته باشین الان راحت می‌ذارید اینو ورز بدید، تو تش شسته باشین الان میتونه این قشنگ ورزه. من 2 تا 3 تا مش باز از اون آرد براش استفاده کردم، چون احساس کردم که مثلا کره‌ای که توش ریختم باعث شد که مثلا این کرش زیاد بود و اینو نرم میکنه، به خاطر هم باید خیلی هم نرم نباشه. ببین بچه‌ها این کشت ما رو با زنگش انقدر وسط ویدیو زنگ زد. من بگم من گفتم که میخواد بیاد. چون من آتش گرفته بود. خب من داشتم ویدیو میگرفتم خواهر. زندگی منه، کسی جا این واجب بود یا من که به تو گفتم ما اینجا امروز حلوا داریم ویدیو داریم و به تو گفتم تو بیا، اینا هم مهمونا بنده خدا ساکتن که من ویدیومو زودتر تموم کنم. بچه‌های عزیز آخه این سیمین به خدا با ما فن میزنه، خیلی با محبته، خیلی محبت داره، خیلی مهربانه، خیلی با محبته، ولی از آدم سوال میکنه شام چی داری میخوری؟ بابا ما شاید چی ندارم بخورم، شاید من میخوام خالی بخورم. اخلاقش همه آدم سوال کنه ده. الان موقعی پشیمون باشو زدی از حرفایی که زدی به بچه‌ها بگو پشیمانم، ولی آخه تو چه ناراحتی؟ خیلی خوشحالی، اما که خوشحالی، اما خوشحالی. با چه که؟ آخه سیمین جا واجر یعنی چی؟ واجر زیاد دیگه من اصلا من یعنی نه من خودم دعات عروسم. من اینجا گفتم به زبان مادرای ما احتمال داره آرد یا شیر واجر بکنه، بعد مامان براش سوال شد گفت ببخشید واجر یعنی نمیدونستی؟ ما تو فکر کنی مثلا تهرانشین، نه ولی بیشوخی من دادم با خودم.
خدا اینا من درک نمیکنه. چرا درک بچه‌ها این خانم چند ساله بعد به جای رسیده به ما میگه شما منو درک نه نمی‌کنی. شما که نه شما درک میکنه. سیمین خانم منو درک نمیکنه. امروز چمش با من یکی نیست. خانم‌های عزیز بچه‌مه از اون بر بلند شده. از کسی میریش از تو کار کردم دیگه افتادم برای خودم بیاد. خانم با من چه میخواستی بیه سیمین خانم میدونی چیه؟ سیمین خانم سورپرایز میکنه. خدای سورپرایز. آره سیمین خانم آدم سورپرایز کنه بعد چی میگه چی میکنه؟ سورپرایز. مامان سیمین جان وقتی من 36 تا قرص دارم الان من چی دارم که تو چی گویی چی نگویی؟ بخورید قرص با ما البته که ببینین به این غلظت که رسید نگاه کنین تو دستم چجوری میشه. به این غلظت که رسید این قشنگ آروم با دستتون اینجوری باز میکنین توی همون تش یا سینیتون. بعد بهش دارچین اضافه میکنیم روش. ببین همینجوری حلوا رو انگشت باید اینجوری بشه. آره باید اینجوری با انگشتتون گیرم کسی انگشت اینجوری نداشت. دیگه این حلوا رو درست نمیکنه چون نمیشه. من که ندارم درست نمیکنه. تو که درست نمیکنی. خیلی اون وایسا خیلی اون دستتو میارید جلو. برو یه بشقاب بیار. اصلا نه خانم قبلا دیدی. برو یه بشقاب. مقول من بامم خانم. بشو یه بشقاب که با مایی بشو یه بشقاب گرد. هست که همه ناراحت بی. با یه چاقو. سلام چطوری؟ امیرعلی. بیا عزیزم بیا. خب اکرمینو. آره به اینجا که رسید گردو رو من از قبل یه مقدار خورد کردم. ببخشید. حال شما خوبی؟ سلام چطوری؟ خوش اومدی. مردی جان خوبی؟ خوش اومدی. از اون نه مادر از اون امیرعلی بیا سلام. به دوستای من. سلام امه. سلام امه. سلام بچه‌ها خوب هستی؟ سلام حال شما خوبی؟ خوبی؟ تو نمیخوای سلام علیک کنی با دوستان؟ خوب سلام علیک کن دیگه. سلام خوب نیست سالی سلامتی قربانت مهدی جونی. سلام بچه خوبی امروز اومده خونه مادر جون بمونی قربونت برم. ایوار منو میریزن. اخوان بابام چاقو خیلی دیس خیلی چاقوی بزرگ با آرامی میاره زکر با جمعی تو خیلی آرامینیه با وقاره. گردو رو من از قبل کوبیدم خورد کردم برای روی این قسمت که دارچینی که زدیم این قسمت اینم که آماده کردیم گردو رو ببینیم با همینجوری فقط روش میریزیم بعد با گوشکوب قشنگ اینو میکوبیم هم گردو میره داخلش هم حالا به اندازه کافیش میره داخل. نیاز نیست داخلش دیگه فقط روش. من از اون مشت سنگ خونه دارم با اون خیلی راحت‌تر دارین مشت سنگ با اون نمیشه. حالا من به خاطر هم گوشکوب آوردم گفتم خب شاید خیلی نداشته باشم مشت سنگ با گوشکوبم بخوان بزنن مشکلی گوشکوب خب ندارن بچهای عزیز خارج از کشور سنگ و گوشکوبی ندارن خانم. با یه چیز سفت باید بکوبن این باید قشنگ کوبیده بشه تا این بافتای حلوا به هم الله بس بشه. چه سنگی؟ چه خوشگله. آره قشنگ. برای نمیار بود درار درست. اگه گوشکوب داریم با اون. خب این بزرگتر ببین حجمش بیشتر قدیمی تره. این سبکش قدیمی تره. این بروزه. آره مادر شوهرم اینا که قدیمی بودن با سنگ خیلی راحت چیز میکردن و براشون راحت تر بود و این حجمش هم که زیادتره این تا خیلی طول میکشه تا کوبیده بشه ولی ندارین دیگه مشکلی میشه با همون استفاده کرد. اگه چی نداریم میدونیم با چی استفاده گوشکوب نداشتیم با همین سنگ نداشتیم با همون گوشکوب دیگه مجبوریم که این حلوا رو قشنگ به عمل بیاریم. دوست داری با چی درست کنی خواهر؟ من دوست دارم با سنگ. چون من سوال میپرسه اون بالا. من دوست دارم دختر حواسش برای پرت بچه‌ها میشه. پیش میاد. من سوال دارم. چاقوی من لطفاً بزیر ما چی میام امروز باز هر سری مامان. این با ما هم زیاد امروز زیاد. اصلا میپر خیام من. من میپر خیام. مامان امروز سورپرایز شد تو اومدی به خاطر میپر کایسه. نه سیمین جان به خدا نه خواهر جان هیچ بوسی هم نداد منو اصلا ندید منو دید حیات منو دید بابت باقلی صحبت کردیم اصلا هیچ امروز دیروز نه پیروز با چهره واقعی مامان آشنا بشید که چجوری آمار بابا رو به سیمی میده. ببینید بره خبر لطفاً نرم
تو نری چوز تیم چه خبر شوهرشو بچه‌ها نداره. بچه‌ها نمیگم به من شوهر من هر جا تا ساعت 1-2 میخوابه دیگه بیرون رفت دیگه من نمیبینه تا 12:30 مادر عادلم همینجوریه، اونم میره سر کار دیگه نمیبینمش تا شب. من سر کار نمیره. چرا دیگه میره کمک این ور اون ور. والا میبینی که همیشه برام تنهایی میام میره. اگرم تو چی در مورد شوهرت کم منم بگو. صبح بنده خدا میره زحمت میکشه تا 10 شب میاد. ببین هممون همین وضعیت داریم. تو ناراحت نباش. خب این قشنگ که با سنگ اینو زدیم، این الان قشنگ حلوامون صاف یک دست شد. باز داغه داخلش یه دست دیگه بذار مطمئن شی. یه به اندازه 5 دقیقه 10 دقیقه میذاریم به همین حالت که اون گرماش کلا بیفته. اگه بچه‌ها دوست دارن که دارچینش بیشتر باشه میتونن باز روش دارچین بیشتر بریزن یا همین حد سلیقه‌ایه، ولی به نظرم همین حدش خوبه. بعد یه 5 دقیقه 10 دقیقه میذاریم این گرماش قشنگ افتاد، بعد دیگه اینو میتونیم مثل حلواهای دیگه قاچ بزنیم و بذاریم تو ظرف. هم میتونیم بیشتر از این گردو رو داخلش بریزیم یا نه؟ چون همه رو نریختی گفتن. آره نه، من همیشه برای درست کردن حلوا دور و برم باید چیزایی که استفاده میکنم یه خورده بیشتر از حدش باشه، برای اینکه شاید میگم مثلا کم بیاد به خاطر همون میذارم. نه، گردو رو بیشتر از بخوای بیشتر بریزی یا قبل اینکه اصلا اینو باز کنی گردو با خود حلوا حل بگیری، این باعث میشه موقع قاچ کردن همه حلوا باز میشه. میفورچایه. آره همه میفورچه. میفورچایه. همه باز یعنی وا میشه. آره خراب میشه. آره. به زمان گیلکی واقعا مثلا حلوا فقط رو در قاچ حد فورچه است. آره مثل اینکه شیرینی یا کیکی که روش مثلا گردو میپاشین یا کنجد میریزین، این مثل همون میمونه. حالا ما یه ذره گردو رو میزنیم که یه خورده تو بره و بمونه، وگرنه داخل حلوا نمیره. اگه بخوای بیشتر بریزین موقع قاچ کردن حلوا کلا از حالت خودش طبیعی خودش خارج میشه. الان پس ما ببینیم گرماش بیفته. آره. مثل فشار که میفته بچه‌ها. این یو الان باید گرما بیفته. من یه چیزی به بچه‌ها بگم. بفرما خانم. ما خیلی میارم با درسانی. بچه‌ها اینا خیلی با هم بدرفتاری میکنن. فکر کنم ناراحتم نگو بچه‌ها. والله خدا به من نگو. اگه حضور باید شدیم خوبه نه تو بیشتر من خوشحاله بودم. رأی نگاه کنم که رأی خانم. بو خوده. مرا تو نخبری نمامان. قیافتو چرا آقا بهت بگه بیشتر انتظار میکشی بده که گرفتاری به قول مادر شرم 100 به بالای سورپرایز مامان یه خورده عجیبه. سازگاری نه. اگه شب بچه زنگ میزنه مامان شام چی داری؟ آخه سیمین تو چیکار داری من چی دارم؟ میگم مامان آبرو خبوری بابا من بهش میگم تو اول میگم سیمین یه چیزی دارم نمیخوای بگی بگو چی داری؟ بگم سیمین تو می بابایی تو می ویگلیوسی آخه تو بچه‌های عزیز خانم‌های عزیز یه ذره برگردون. من فضول این خانواده هستم. همین می‌خواستیم بدونی؟ بله درش آره فضوله. نه تو احوال پرس این خانواده عزیزم. ببین آره به این نگاه ها چقدر متفاوته. این چه بچه خوب تشویق داشته بگن تو گلی بزرگ نیست برای این حلوا. نه اشکال نداره همینجوری گذاشتم. میخوام ظرف بیارم برای خودم مثلا یه 7 8 تا بذاری. اون دیگه تو میدونی با مادر من اینو امروز برای مادرم آوردم، میخواد حالا برای مهمونه خوشپذیری کنه، بعد بقیه رو بذار برای خوش روزی یه دونه بخوره. نه یا میخواد به دخترش رشتی بده، چرا میخواد به دخترش ستاره جام بده یا به عروسش میخواد بده، دیگه اختیار با خوشه. من اینو امروز به عنوان اینکه بیا خونش براش آوردم، حالا هر چی دوست داره هر وقت دوست داشتی بیا. مثلا فردا به امید خودم یه هفته بیکاری نه برم مردم آزاری کنم. بیا دیگه بیا خوشحالمون کن. برای قاچ کردن اول از کناره یه مقدارشو بردارین که بذار. آره میتونی اونو بدی به بالا سریا. من همیشه اینو قاچ میکردم خونه باباجی دوزوگه اینو میدادم باباجی میخوام چون شبیه ماره من نمیخوام. بیا از حالت مار در آوردم. بیا قاچ کردم. این قابلش منه هم این حلوا ولی واقعا خوردن شما خوردین حلوا رو؟ خیلی حلوا خوشمزه.
اینا رو همه من بهش یاد دادم. اگه سینی باشه توی سینی درست کنی، اونایی که مثلا تازه میخوان حلوا درست کنن تو سینی باشه، این لبه این الان نمیذاره ما راحت برش بدیم. ولی اگه تو سینی بخواین، سینی تخت باشه، وقتی اینا هم توی تشت حل گرفتین تموم شد، تو سینی پهن کنین، تو سینی بکوبین، وسایلاشو بذارین، بعد اینا بذارین تو سینی میخواین قاچ کنین، براتون راحت تره. ولی تو تشت چون لبه داره یه ذره برای اونایی که تازه میخوان درست کنن سخت میشه برش دادن. بخش اگه سینی نداشتی؟ سینی نداشتیم دیگه باید تو تشت درست کنیم. اگه تشت اجازه نداره نمیشه که همه خلاصه یه سینی دارن. تو با این کمکاری خودش سینی ندارن بچه‌ها. میچینیم قشنگ برای مهمانای عزیزمون. با اینا که میگم سینی باشه دیگه نیاز به اینقدر سختی نیست، از کنار راحت در میاد. خیلی خوب شده، خیلی بچه‌ها واقعا خوب شده واقعا. تست کنید دیگه اون بالا سر هستی. نه اینو میخوام بقول تست کنم به عشقم. خیلی ماری تو برندم نکشه راست میگی. واسه اینا تو بخور ببینیم چطوریه. واقعا عالی شده. مزه‌ش چطوره؟ بچه‌ها خب میدونم شما نمیتونید، همتون نمیتونید درست کنید. مثلا تخم گشنیز که داخلش هست. آره اون خیلی یعنی واقعا بی‌نظیره. یه حلوایی که ماندگاری زیادی هم داره، اگه تو یخچال بذارین خیلی میمونه، خیلی شاید بگم 3-4 ماه میمونه، چون آردش قشنگ سرخ شده است، شیره هم که خب هر چقدر باشه که چیز نداره، ولی آره بعد میخوایم استفاده کنیم بیاریم بیرون یه خورده از اون حالت یخچال بیفته که بخواد نرم بشه، وگرنه تو یخچال میذارین دیگه قشنگ سفت میشه، بسته میشه. خیلی واقعا حلوای دست بی‌نظیره. در نکنه. نوش جانتون باشه. واقعا مادر شوهرم چی به دنیا آورد. نوش جان. خدا بهت سلامتی نوش بخواد. جانت. نوش جان. آمین. خدا انشالله تو رو بر ما حفظ کنه با بقا. قربونت. آمین. با شخصیت قربون برم. سورپرایز. مهربون نورانی بچه‌های عزیز، ما امروز به صرف عصرونه خونه مامان اشولپلو دعوت هستیم که یه سری از دوستای مامان و ما و من به عنوان تستر اینجا هستم که تست کنم. خیلی عالیه. مامان باقالی کی داد؟ باقالی دوست عزیزم داد. خیلی از محلش شروع بچه ها اشبالم خودم شور کردم. بچه ها اشبال العاده است. یعنی من دیدم فکر کنم مامان خریده. که تو مرافعه آره این همون شروع کرد. اگه بهم گفته بودی من برات ماهی میگرفتم برام درست انشالله سال بعد انشالله سال بعد. یکی عروسم داد، البته هر دوتای عروسم من باید تست کنم ببینم بچه‌ها چطوره. خیلی خوبه سیمی، اصلا از قیافش معلومه. عالیه. ایتی چاقو مرا فدنسی اینجا بده من اشبال تیکی تیکی اشبال چیه جود آفنی اشبال پیازه اکرم به خاطر اینکه گردو مامان چون گردو اشبال بدون باید جدا پوسته، آره چون بدون پوسته بو میگیره کنار هم بذاری. خب بچه‌های عزیز اون موقع این عصرونه در حد همین مثلا اشبل و گردو و پیاز و زیتون و باقالی بود. حالا خیلی هم مثلا گردو هم نشتن به عنوان عصرونه مردم که میرفتن به جارسر قینه ها رو میخوردن. نه ماما؟ آره. قینه ها رو هم اینو میخوردن. هر کی داشت میخورد، هر کی مثلا اون زمان کولی میگیرفتن اشبال کولی خیلی خوشمزه. من اشبال داخل شکم رو خیلی دوست دارم. خانمی بس پیاز بیشتر باشه میگه خب بس همون چی بیشتر کنید تو به اندازه خب بعدم بچه‌ها داشتی اینو توضیح میدادی که چجوری درستش کردی؟ این ماهی محمد ما گرفت، خانومش اشبلش داد به من من چیکار کردم بچه ها؟ این کاغذ روغنی میگیرم، با نمک معمولی، نمک صدف نمیگیرم، نمک معمولی میگیرم، این کاغذ قشنگ پهن میکنم به اندازه همین اشبل. بعدن این اشبل قشنگ اونجوری غل میدم. غل چی میگه؟ لول میکنم. نه با نمک میگه چی میشه؟ نه به قشنگ نمک پاشی میکنه، هم زیرش هم روش قشنگ نمک لولش میکنه. قشنگ نمک پاشی، بعد این کاغذ رو به هم لول خب ما روناس هیچی نمیدن. روناس مال ماهیه. نه چرا؟ ماما عمه شما هم روناس میزنه هم آب میریزه توش میذاره بیرون. خب چرا چیز میکنی؟ خب چرا تو من درست نزدی؟ میکنم میذارم یخچال. من یخچال میگم. حالا اشبله این که ماما شروع میکنه یه طعم و مزه داره. اشبل شکمی که از توی شکم ماهی در میاد واقعا فوق العاده است. خیلی من ولی نمیدونم چرا دوست ندارم اونو والا. بی‌نظیره برام.
آخه بعضیا اونو میخوان شروع بکنن اون روده ماهی رو خوب در نمیارن و اون اشوال یه ذره تلخ به تلخی دلیلش شاید همینه. این چون دیگه روده نداره اون تلخی رو چیز میکنه، تلخی رو نداره. ماما دیگه بس انقدر. آره و این هم جزو غذای لاکچری گیلانی. ما خیلی اشبله، مخصوص سیمین من عاشق اشبله پلویه. بخون بو گفتی آره خدایی سیمین جان من تعریف میکنه دیگه. دوست دارم که تو بیایی همیشه، ولی چی؟ بمیلم خدا نکنه مری با منی. چرا منو میزنی خواهر؟ میگم بذار. بچه این تو گوش حساس شده با بقار آخر والا نمیشه بهش اشاره کرد. نه خانم ما خیلی با من بد رفتاری میکنن خانم. منظورش اینه که امروز اومدم سورپرایزتون کردم، بعد رفتارتون با من جور دیگه ای باشه. همین جوری دیگه آره از راضیه خیلی با من اینا بد رفتاری کردن. سورپرایز می‌کنی رفتار ما همین. پیش سیبر کم نیه. آره میاریم. دوتا پیاس چشم من سوجید خانم. هم بقیم برم اون یکی برای فامیلای ما. بفرمایید. بچه های عزیز، برنج باید اشبل پلو برنج باید سرد باشه. سرد خیلی خوشمزه میشه اونجوری. گوش میدی الان ببین من چجوری اینو برگردون میدم. یه دونه دیگه سینی اونجا هست. بزرگه اوی کجوری بده من. این چجوری بچه برگردون دیدی بچه خوشحالم هست از اینکه برگشت. نه بر میگرده، امکان نداره بر نگرده. ببین بچه اینم این کار میکنم که ولی تعدیق ما خدایی تعدیق دوست دارم. بیا کنجا انا برو. خب بچه ببین این یکی هر دوتا رو ما کته گذاشتیم. هر دوتا رو کته گذاشتیم. برنج اشبل باید کته باشه. گوش میدی باید کته باشه. بغله نبار. اینجا اون کوکوی وگرنده کدام ده هست. همه هنگونی میگی. دیدی بچه؟ هنوز ندیدیم. هنوز ندیدیم بچه ها. ببین بچه ها. خیلی خالی شد بچه ها. بچه نگاه کنی. دوستای عزیز ستاره جون. روشو بگیرم. آره میگیرم. به خاطر اینکه قابلمت نسوز نیست اونجوری میشه نه؟ آره. تعدیق دوست دارن اصلا هر کی بیاد بچه این تعدیق پخته است. آره. جای دوستان به قول امیرعلی تبز باته. آره یکی دو تا اشبل پلو به سبک گیلانیان عزیز بدون کباب. ما بهش میگیم جوجه پریده. جوجه کجا پریده؟ پریده رفته خونه همسایه برنگشته. جای همه خالی خیلی سبز ببخشید. من جای همه سبز. درس دنبال خودش اینجوری نگاه میکنه. واقعا جای همه تو سبز بچه‌ها خیلی خوبیه مطمئنم. جای شما خالی بگین جای شما. بله اومد حرفشو زدی اومد. جای شما کجا رفته بودی؟ پیش پدر جان. آمی آقا جان با ما. نه آقا جان وجود نه. آقا جان اینجا نره تا ساعت 12 نمیشه. مهمونی دخترونه. یه ذره شبیه. کجا آخه؟ یه ذره شبیه. با خدا اینا اینجوری شارژ سیکنی. بچه ها ما غذا خوردیم کیف کردیم خیلی خوشمزه بود. دست مامان واقعا درد نکنه. من یک کمم اشبل برداشتم چون واقعا طعمش متفاوت‌تر از اونی بود که من بیرون خریدم. چون اینا با کلاس اشبل با کباب میخورن. آره اونو برداشتم برای کبابمون. آره نه اینجوری هم خیلی حال میده ولی واقعیتش من در کنار کباب دوست دارم چون به عنوان مخلفات نگاه میکنم ولی مامانینا به عنوان غذا اینو نگاه میکنن. ولی ما واقعا به عنوان چیز نگاه نمی‌کنیم به خاطر اینکه من اون اشبل رو با پلو سرد خالی بیشتر دوست دارم. چون بعد یه بوی زهمی هم میگیره مجبورم یه ذره کف بیشتری بزنم به ظرفا خیلی خوب شستشو کنم که بوش از بین ستاره مسئول شستن من مدیریت میکنم اینجا. ممنونم بعد اینکه بهش دلگرمی میدم ظرفا رو راحت‌تر بتونه بشوره.
گرمی میتونیم داشته باشیم. من خوشحال نیستم الان اینجا. خیلی خوشحالم. واقعا سورپرایز شدیم، دستش در نکنه. ولی موقع ویدیو گرفتن دوستان ما همیشه این دشواری رو داریم که وسط کار یهو میبینی هی گوشی زنگ میخوره، هی قطع میشه، بعد دوباره مجبوریم بیایم از اول شروع کنیم. یکم سخت میشه، این سختی رو داره. خیلی ماده آب میخواد. نه بذارم اونا هم میشورن. واسه اینکه خیلی کیف داره میگه. براتون خالی. بیا این دیگ من به این کار دارم میکنم، اینجا بیکار نیستم خانم. دیگ بیار، دیگ ببر، بیا این دیگ. بچه‌ها ما چیکار میکنیم؟ بچه‌ها جون یه چایی گذاشتم، چای خوشمزه خوشرنگ، گل محمدی ریختم که ستاره جون از کاشان برام آورد. بهار نارنج دوست عزیزم به من برای من خوش کرد، به من داد. یه دوست عزیزی دارم. بعد یه دوست بعد چی کار کردم؟ چای لایجان، چای دو غزال، چای احمد، اینا رو با هم قاطی کردن. چای دیگه چی؟ لنگر من مجون درست کردی که مامان جان. یه چای لبو درست کردم، یه چای فقط بچه ها شما ببینید کیف میکنید. اوه الهی ببینید تمشون میفته مامان. اینقدر مامان تو اون سری در مورد چای گفتی، یکی از دوستان تازه لبو رو میخواست. من گفتم که همون لبو رو مامان خوش کرد. ما یه زیر گاز رو خاموش نمی‌کنیم. چاقو نه از این نه دختر، از این چاقو نه. باش پیدا می ما مراقب خود باش. خاله میخوای تو بیا اینور بچرخون سینیو برات. مامان وایس مراقب باش. گذاشتم داخل سین. دستت مراقب میخوام. من بچه‌ها ببینید گاهی اوقات حالم به بچه‌های من اینجا خیلی من خوشحالم. وای گل من عاشقتم. خواهش می‌کنم. تو هر چقدر میخوای به من بگو. عروسای گل من اینجا هستن. نه یه دونه عروس اینجا هست. یه دونه. یا اون عروسم دیروز برام زنگ زد، پرشنگ جون برام زنگ زد، گفت که مادر جون به زندگانیت بگو چی میخواد من براش بیارم. روج میخواد. چه آروم. نه گفتش که آره هر کی هر چی میخواد بگه همون نیاز داره. روج لب میداد. من گفتم یه میداد میشکی میخواد. قشنگم مامان میشه گفت مادر من به کی میخوای بدی؟ تو که نمیشه. که چونی میخواد. گفتم پرشنگ جون تو برام میداد گرفتی، من دادم به زندگانیت. خدای خیلی باحال. این چای لبوی مامان؟ بله چای بهار نارنج، چای لبو. بچه‌ها واقعا با لب و دهن بازی میکنه. این چای با لب و دهن بازی میکنه. ببین چقدر خوش رنگه بچه‌ها. الان بعد من باید مر فیلم وای یا علی ما بس ایت پیشسی من دختر. دختر اونو مرفدم. غذا خوردیم بچه‌ها. یه اشتباهی امروز کردم. من کیک رو وقتی که پخت اینجوری نکردم از قالب جدا شه، زن اینجاش چسبید. ولی چیزی از ارزشش کم نیست واقعا. چرا بقلاوای خیلی لوله‌ایه. بعد نه اصلا اونجا گرفتم یه مدل اونجا خیلی متفاوت بقلاوا داره. آره والا. بعد اینکه حالا گرفتم بخورم خوشتون میاد. هر کی کیکشو نخورد میتونه ببره. بچه‌ها اینم رخ از اینم بذاری کنار. با خوردن بگیریم راضیه بیا خوردن. بچه‌ها خوردن حلاله، خوردن حرام. پس خودت میبری چه تو علم فرق میکنم با همه. من میتونم بینا اونم میخوای بذاری سیم یا بقلاوا رو میچرخونم. فقط مامان که چقدر ذوق میکرد بابت رنگ چایی. آره برای خودش کیک اون لبو اصلا کار خودشو چون که میکنه. بچه‌های عزیز من استعدادی تو حلوا و کیک ندارم، میخرم خانوما، خرید میکنم. شما رو هم دستت درد میگیره. نه بابا من بشین پایین. آره من سلام. چه لاغر شده قربونم. دیگه هزینه میکنم باشگاه میرم. نمیرم. بچه‌ها جون کامنت کنید. از اینا
زیبای خفتگانی لاغر. کامنت کردن گفتن زینب تو شدی پوست به استخون. وای بچه‌ها اینقدر خواهر جان از این مشکلات زندگی دیگه براشون نگم. حالا ستاره اینو بهت بگم، دیروز هستی من بیرون بودم، هستی من گفت مامان زنگ زد بهم گفت مامان یه صدایی از خونم میاد، تو مثلا این صدا رو شنیدی؟ گفتم آره من فکر کنم بالا پشت اون موش باید باشه که صدا میخوره. بعد گفتش که نه مامان هم چیز گربه، بچه‌ها گفته گربه بالا پشت اون بچه به دنیا آورده تو حیاط کشتی میخواد ببره، از دیوار نمیتونه بچه‌ها رو ببره. سه تا بچه که دختری چه دونن دلم خیلی سوخت. مامان من برم نردبون بذارم مثلا اونا بره؟ گفتم نه خانم اونا باید مستقل بار بیان، اونا با پای خودشون برن. تو مامان گناه داره آخه مادرشون نمیتونه. گفتم خانم پس چرا میگم بهش زیر پای مادران است؟ اون مادر اونو به دندون میگیره میبره خانم، تو نگران اون نباش. هستی داره هستی دیداش میترگید از خنده. آقا مامان گربه سر گربه رو گذاشت سر اونم مادره دیگه. اونم مادره. گفتم حالا تو یکی از مادرت. بعد گفت یکیشو ما نگه داریم اون بچه گربه. نه خانم هزینه ها بالای خانم. اصلا هزینه چیه؟ من سکته میکنم مثل مادرم خدای نگرده. بعد گفتم که اون گربه خانم الان من تو رو از من جدا کنن تو رو از من جدا کنن خوشت میاد؟ عکس دارید میگیرید مگه بیاید؟ آخه این رو هم خوبه بچه‌ها ببین وایس من ظرف سیمین این کمی به خدا 3 اسلایس بکنم. وای بچه‌ها کنار خانم مامان و شما بچه‌ها جون من رفتم باشگاه امروز و گفتم قشنگ تمرین کنم که میخوام بیام یه کاسه پر اشول پلو بخورم. حالا اساسا صبح به همین امید بیدار شدم. دیگه رفتم باشگاه امروز وزنمو سنگین‌تر برداشتم، گفتم چون میخوام غذا بخورم این مثلا یه ذره اینطوری اینو دیگه. بعد که اومدم بچه‌ها جون وقتی ماشین خاله رو سر کوچه دیدم اصلا روح به بدنم برگشت. بمیره خاله بمیره. دخترم اینجا نیست ولی این خواهرزاده هست خانم. این بود الان نبود من این غذا رو نمیتونستم بخورم. این مامان ببخشید بچه‌ها ببخشید. خب الان بمیرم دوری هستی من تحمل میکنم بخاطر توی. ایران نداره. داری آماده میشی که بریم؟ بچه‌ها جونم امروز خیلی خوش گذشت کنار اکرم عزیز، مامان، راضیه جون، سیمین مهربون که اومد و کلی سورپرایزمون کرد. دست همگی درد نکنه، دست اکرم جون بابت حلوای خوشمزه‌اش. امیدوارم که درست کنین، لذت ببرید. نظراتتون رو حتما برام بنویسید، تک تکشو میخونم. خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه از من خداحافظ. دوستای عزیز جاتون واقعا سبز بود، خیلی به ما خوش گذشت. از ستاره ممنونیم بازم به خاطر دوستا. خلاصه یه بهانه شد به خاطر حلوا و دور هم دوباره جمع بشیم و کنار هم یه چای یه حلوا خلاصه پذیرایی بشیم. خیلی به ما خوش گذشت. جای همتون سبز. خیلی دوستتون داریم. ستاره جان حمایت کنین. هر نظراتون حتما بگین. خلاصه ستاره سیمین میخونن به منم منتقل میکنن. اگم باور کنید بنده خدا وقت نمیکنه بیاد ولی ما همیشه لطفی که دارید به تک تک خانواده من همیشه بهشون گفتم و میدونن که عاشقشونی. دست همشون در نکنه. ما عاشق شما هستیم. خب بچه‌ها مطمئنا کنار سیمین جون و اکرم جون و ستاره جون همیشه به ما خوش میگذره و مامان گلم، مامان خوشگلم که در حال نماز خوندنه. مطمئنا کنارشون بهمون خوش میگذره. روز خیلی خوبی بود. امیدوارم شما از این ویدیو لذت ببرین و ستاره جون حمایت کنید. بچه‌های عزیز بگم من دوست داشتم امروزا خیلی بهم خوش گذشت توی خونه مادرتون. فعلا خداحافظ. فعلا خداحافظ از من. خب مهدی میخواد بگه. قسمت نیست. نمیذارم روز من نیست خانم. بگو. خب بگو مهدی. امروز بهمون خیلی خوش گذشت. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرین و خداحافظ. قربونت برم. نوبتی هم باشه که نوبت من. اصل کاری بگو عشقم. بچه‌های عزیز یه روز دیگه هم در کنار شما بودیم، در کنار خواهر گلم، مامان عزیزم، زنده‌دار ستاره عزیز. خیلی بهمون خوش گذشت. حلوای اکرم جون رو اگه شرایط داشتین حتما درست کنین. یه حلوای به شدت خوشمزه‌ایه. من هرگز این مصیبت رو به جون نمیدم. هر موقع بخوام میگم خواهرم لطف می‌کنه برام درست کنه. جان خواهرم سعادتی هست واقعا برای من که نصیب من. چه خدا رو شکر میگم که منو در چه خانواده‌ای به دنیا آورد که اینقدر فعال گروهن. خودت هم همینطوری.
بچه‌ها ما تمام کامنت ها رو میخونیم، من میخونم شخصا و از شما خیلی ممنونم به خاطر تمام انرژی های مثبتی که به ما میدین. حتی اونایی که از ما انتقاد میکنن برای ما خیلی قابل احترام هستن. اگه جواب نمیدیم بچه‌ها ناراحت نشین، من همین کامنت ها رو میخونم ولی واقعا نت اجازه نمیده که ما همیشه بتونیم. من فقط میتونم بیام سری کامنت ها رو بخونم، قطع میشه، وصل نمیشه. این از اون کامنت خوناست، آره. یعنی همه رو میخونه. آره بچه‌ها همه رو واقعیتش دیگه نمیشه. منم به خاطر اینکه حجم پیام خیلی زیاده، فقط همون ویدیو نیست که کامنت گذاشتن، چون خیلی حجمش زیاده و نمیرسم، کامنت هایی که به خودم ربط داره رو همیشه جواب میدم، ولی کامنت هایی که تعریف از اکرم جون، سیمین، بچه‌هان فقط لایک میکنم و اون حس خوبتون رو همیشه بهشون انتقال دادم. ولی من میخونم بچه‌ها، همه رو میخونم و واقعا از شما سپاسگزارم. میگم چه اونایی که انرژی میفرستن برای ما، چه کسایی که از ما انتقاد میکنن، برای ما قابل احترام هستن و اینکه ستاره گل ما رو حمایت کنین، در کنار ما باشین. امیدوارم که برنامه‌ها رو ببینین، لذت ببرین، دلتون خوش باشه، تنتون سالم باشه، آرامش زندگیتون زیاد باشه، جیبتون پرپور. از من خدا نگهدار. مادر جون سلام بچه‌ها، خوب هستین؟ خیلی ممنون. جای شما خیلی خیلی امروز خالی بود. سیمین جون اومد، اکرم جون اومد، عروس گلم اومد، ستاره جون بود، زینب جون بود، دوستای عزیز من بودن، همکارای خانم، همکارای آقای من بودن، خانماشون. بعدن جای شما خیلی خیلی خالی بود. همیشه خوب و خوش باشین، تن و سالم، دل خوش داشته باشین با خانواده خودن. جای عروس انگلیسی منم خالی. عزیز دل منین، قربان شما دوستای عزیز، خیلی شما رو دوست داریم. امین ستاره جان حمایت بکنین، شما دست نکنین، یک دنیا از شما ممنون. انشالله که حاضر روا باشین. خیلی ممنون. خداحافظ شما. دوست دارم. خداحافظ. نه یه شعر باید بخونم. شاعر میگه میرم سفر مراقب خودت باش، به یاد من بمونید و منتظر. نه حالش بده. خداحافظی کردیم.